آموزش پرسنل هم باعث افزایش انگیزشون میشه چون بهشون احترام گذاشته شده، بهشون بها داده شده، هم باعث بهبود راندمان میشه. در دوره آموزش شغلی اپراتور کوره القایی ما این موضوع رو مطرح کردیم که آیا میدونید 1 دقیقه صرفه‌جویی در زمان ذوب باعث چه مقدار تولید بیشتر و افزایش راندمان میشه؟ خیلی ساده میشه حساب کرد. حدوداً هر 1 دقیقه صرفه‌جویی در هر ذوب میتونه منجر به تولید 1 ذوب بیشتر در ماه یا 12 ذوب بیشتر در سال بشه. حالا فکر بکنید اگر 3 دقیقه بشه صرفه‌جویی کرد، اگر 5 دقیقه بشه صرفه‌جویی کرد، چه اتفاقی میفته؟ چطور میشه این کارو کرد؟ با آموزش، با رشد و بهبود مستمر. دوره های ما رو دنبال بکنید و امیدواریم که بتونه به این هدف شما کمک بکنه.